من عبدالمنان وهابوف شکر خدا که امروزها در نفقه هستم. ساکن محله سامانیان جماعت چهارکوه بوده. از آوان خردسالی در همینجا زیست میکنم. پدر بزرگوارم سالیف عبدالوهاب کالخوزچی عادی بودند. تا آخر عمرشان با دهقانی مشغول بودند. مادر مشفق غمخوارم نیز در سالهای وزنین جنگ بزرگ وطنی در عاقبگاه کار و مهنت کردند. من از آن افتخار میکنم که هم پدر هم مادر مهربانم در سهمیه کالخوز کمسمال سابق که محله کنجاک، جلیان، زاچال سریسار همراه بودند با قوه خود غله کشته، غله را درویده از حاصل آن تانک ساخته در پنزه از نام کالخوز کمسمال به فرانت لنینگراد گسیل کرده بود. به این افتخارنامه با امضای رئیس شورای عالی همان وقت داده کالینین گواهی می‌دهد. بعد از ختم مکتب میانی رقم 5 دهه چهارکوه سال 1960 راهی کورس معلم تیار کنید شهر اصفهان به پیش گرفته. 1 سال این کورس را تمام کرده. 1 سال همچون آموزگار صنف دوم مکتب رقم 27 کار کردم و بعد آن 4 سال در انستیتوت پداگوژی شهر خوجند به نام کیروف، حالا به نام باباجان غفوروف تحصیل علم کرده. باباهای اعلا با دیپلم یعنی سرخ ختم کردم. بعد از آن تمام فعالیت کاری خود را به کسب آموزگاری بخشیدم. هنگامی که دانشجو بودم پدر بزرگوارم 5 کیلومتر از چهارکوه دور به من منزل آمده همین جایها یعنی همین جایهای سنگلاخ یا بی دریا را جای کردم. سبب یک مهنتی پدر میکردگی و مهنتی آموزگاری منقطع زندگی را به پیش بردن نمیشد. در آن وقتا در دوره شوروی حتی کالخوزچیان هم از کار دیر ماندنشان ممکن نبود. تنها بعد از کار پدر بزرگوارم با همراهی یک چند رفیقانشان آمده همین جایها را آباد کردند و من بعد انا این جایهایی که حالا شما دیدید سادید این جایها مکانی ما شد. همه این درختان را خود ما شنونده ایم. 30 سال به همین جاهای درختان ما شالی کشتیم. 30 سال در همین جا شالی کشته از وی حاصل گرفته نعمت آن را بهره می بردیم. تا سال 1954 از بس که کالخوزها علاهیده بودند همینجا به یک بریگاد تشکیل کرده بودند. بعد از یک شدن کالخوزها همین زمین هایی که در اینجا بود از نظر چهارکویی ها غایب ماند. از بس که زمین ها بیکار ایستاده بود در بالای ما که همسایه ها ما حالا قرقیز ها که میگوییم همین ها زندگی میکردن آمده همراه ما من زمین گرفتن. باور کنید همدیگر قطعی در یک جا نشسته خصوصا وقتی شالی کاری هونده شال خشابه هونده یک جای چی میخوردیم تمام میخوردیم. ما از یک جوی آب میخوریم از یک دریا آب میگیریم. ما از یک جا در اینجا زندگی میکنیم خانه بنیاد کردیم. لیکن چی شد و چی ماند که وقتهای آخر در بین همین تاجیکان و قرقیزها در همین جا دوستی خلالدار شد. ما به همین قرقیزها رفت آمد داریم. از همین منزل ما از خانه کوچی آنها میگذرد، بعضی آنها از کوچی ما میگذرند و اینجا سرحد ماندن خیلی دشوار است. یک مناقشه که پرن از یک چیزی بیهوده از یک سنگ پرتایی 2 بچه پیدا شد همه را به تشویش آورد. هم مقامات حکومتی محل هم مقامات حکومتی ریان هم از آن ولایت همه به همینجا آمده چند روز همین مناقشه برای حل کردن ایستادن. اما اصلا گریت همون هیچ چیز اساسا یگان دعوای دیگه چیز نه، همه چیز حل شدگی در اینجا. فقط همین یک گپ و کارهایی که آنها ناچیزن باعث همین میشود. چخیلی که میگن خرسک از یک طرف نمیشود، یک شپلاقتون برای چی میشه؟ این یعنی مناسبت دو طرفه. وقتی که من میرفتم از جوی آب سر میتم آنها میبیان دیدن که من آب سر دادگی بعد همین زمینم کارتوشکام آموندم، آنها میگن که معلم
من پگاه میمونم. یک روز من آمدم که وای همدن من باید همین خیل کردنم نکو یا به همون فهموندم نکو که به من ضرورتر میگذرن. لیکن در بعضی حالت ها بسیار جوان ها سر جهل و جهالت اند. همین چیزهای یک عادی سر میشد. این مناقشه ها از همین چیزهای عادی ترین سر میشود. شکر خدا که در همین مناقشه های خیلی شدید شدگی شخصان پیدا شدن از هر دو طرف. این را بر الله گفتن در کار. هم از طرف قرغزها هم از طرف تاجیکان آنها یک آدم های سالم فکر پیدا شدند. همین سالم فکرها باعث شد که همین جاها با تنجی شود. همین سالم فکرها همدیگر قد واخوردند. من یک چند مراتب ما موسفیدها و موسفیدها واخوردیم. این حل و فصلش همین خیلی حل و فصلش فقط یک جای عمل کردن در کار. فقط یک جای گفتشینتی یک جای قطعی یک طرفه حل کردن نمیشد. نه طرف قرغز نه طرف تاجیک. از این کس زیاد صادقتر دوست، صادقتر آموزگار، صادقتر انسان رو ندیدم. در حقیقت استاد تا سالهای 1991 در مکتب میانه فعالیت نمودند و پس از آن در نفقه هستند. استاد ورزیده می باشند. معلم خدمت نشان داده تاجیکستان محسوب می یابند و در این دوره بازنشستگی آن کس و پرورش کردن باغات مشغول می باشند و می دونم که مزرعه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان که آنجا یک زمین پرتوگاه بود، زمین سنگزار بود، اگر عادی کرده گویم یک چوله بود. معلم عبدالمنون وهابوف آنجا رو امروز به باغستان تبدیل دادند و پس از پشتخوری اتحادیه شوروی دوستی بین تاجیکان و قرغیزان که خیلی کاسته گردید و مسئله های مشکلی های آب و زمین و دیگر مشکلی ها بین این دوستی یک مانع پیدا نمود. به همین حالت هم نگاه نکردم. ما خوب میدانیم که معلم در استوار کردن دوستی بین دو خلق و خصوصا دوستی بین دو دهه همسرحد همیشه کوشش می نمایند و یک چیز رو باید قید نمایم که در همین زمانی که من استاد رو میشناسم موقعشون یک خیل بود. یگان مرتبه موقع خود رو تغییر ندادند. ما سالیان زیاد پهلو به پهلوی خلق همسایه قرغیزان زندگی کردیم. در همین مکتب حتی همسنفای ما بودند، تحصیل نمودند و علم و معرفت رو از همینجا آموختند. امروز ها ما با همون همسنفای قرغیزمان که در یک پس پارتی مکتبی نشسته بودیم، از یک استاد سبقی روزگار، سبقی علم گرفته بودیم، امروز اینقدر مناسبت خوب نداریم. من مطمئنم که من با کوشش و تلاشی استاد عبدالمنون وهابوف قشر فعال جامعه از هر دو طرف همین مناقشه ها حل عادلانه خود را می‌یابد و باز مثل پیشینه هر دو همین خلق دو همسایه با همدیگر دوست و اهل اتفاق زندگی میکنن. همسایه نزدیک از خیش دور بهتر. چوبا سرتون یک کار بیاد همسایتون توبه خیش دور آمدن همسایتون چی میکنن؟ اجرا میکنن. یک مثال میبیارم شما با این سالهای 90 بود. یک پگاه روزی سحر قتی وقتی از آن بود بعد نماز اون وقت چی میگونه کن اکنون مشتاق شده که همه مشتاق میرن نماز خونده هم تو بریم سحر قتی درم با من محکم کردم نقش گشتم درم تقطع شد داوود برام نور محمد همون قرغیزی که همسایه قرغیز همسایه زندگی میکردیم من اینجا در شمهای اینجا شب زندگی نمیکنم همین زره دربه در آمدم این بعد جنگ‌های اما غربتی سال 89 سال 90 از چیزی که گفته تاجیکی با گفت زنم میدونی گفت همینجا جوی دماتون هست همین جو ما یک تا جو هشته sonra onda 4 ta şudigi. Hemen juba yakta xara kadam başkon eşagni suyup taşagana kan. Hemen su hazır hamı çorku of ketyaptiyo.
xalqi odamlar harom bo'lmasin, shuni olish kerak. Men olmadimki, men olsam boshqalar qildi. Kim men nima qildim? Men savxozga telefon qildim. Savxoz halen bor. Bobo Ahmad degan polvon bor. 13-brigada. Hamma ular mashina bilan olib, shuni olib tashladi. Ko'rdingizmi? Ana shunda odam, ya'ni haqiqiy ana u musulmon. Musulmoni komil ekan. Shuni ki erta men 4 kilometr men uyimga borib keldim. Mondo misol musulmonda колоннаем хурматишон бисёртарку, чем бая. Чем ёшо. Хамун ба именно молодежь бы бисёртар коркарана кордия, потому что мон именно колонному вайм кунар рохшо меба медоран ки мехална кунар. Байни моба, амин байни чорку, амин Самаркандо ку хуҷи айлави, амин куктош аминҷо. Якта бозорчи байналхалқӣ шуданар. Hamı yakta bozorchi baynalxalqi kushoyim, hamma chiz naqshini meberadi. Hamınca bugzor ham yak namoyandayi Tojikiston meysat, ham namoyandayi Qirg'iziston. Biz şu özürden kichkina jashballarda aytamiz. Şu ko'chadan o'tsam, qatiq suylabagilar. Assalomu alaykum degilar. Sen salom berding, alaykalar. Jamon odamlarni ham tarbiyalash kerak. Ve sen unday ishni qilma. O ishing to'g'ri emas, aytish kerak. من شما تکلیف کرده بودم که رئیس جماعت های اقتدار اقصای سمرقندق من چورک و ورخ یا جای نشانه سور یا جای نشانه مشکلاتشون رو گفتشون کار کنن لیکن اونجا به حتم بدن انسانه اقصاقل ها رئیس سفیدون موی سفیدون بدنشون حتمی اگر امروز جمعیت مویا مانند استاد مرین اکو عبدالمنان برای آدم های آموزگار خدمتشان داده باشنده بسیار باشند در جماعت با جوانها با زنها مردها سخن کنند تحکیم صلح کنند من باور میکنم من دوستان برادرانه چخیل که دیگر مناطق تاجیکستان و قرقیزستان هست همه زندگی کردن ممکن هم уже Трефишмоя и наша страна тоже уже дошли до такой последней кондиции, да, что что-то нужно решать. Потому что если не решиться, то это может быть привести к большим последствиям. هر بار که یکم پرابلم شود обязательно یادگیرمون چه میزنیم ما زنکو دائما فقط صلح با یگان خیلی ما یگان ویامونه او پسلین یک دوری سیمه گذشتگینده اشورگل تلفن کرد که سکارینده زنک تولد میکردی سکارینده اگر بودکامون نگذروند هم کودک مردنش دکار هم مادر مردنش دکار چاکران دکار گو من زده رفته شاه اسکندر هم اینجا بدن این هم نه چیز رفتم من میخوای سکارگون گفتی بیاد میگذرونه گذرونن هم کودک سالمون هم مادر خیلی یک دیگر فهمیم های بینامون دو بیرجی ما یا زنکا به هر بابت حالی هم همکاره مانیده فقط همین پاندمیه کم کم ما جدا کرد پاندمیه پیش یک سال پیش همون 20 نفر ما اینجا سمنک میدیم اینا هم اینجا 10 نفر قرغزنک بودن شب خور رفتن توی وقتی که همون اولین بار این غربت‌های اساسیر از همون حاضرت شد کو ارمنستان سر شد کو همونجا خبراتون باشین یکم جنگن زنهای ارمنی زنها برآمده رومالشون پیش و پخش بودن که رومالی زنکای حرمت کرده سالداتون نگذاشته بود اینا در حقیقت رول زنها هم خیلی کلان Zaman sözgü ötüş gerek emez. Tabii ki yaxşı işleyiş gerek, barıp gelişi joy qilish gerek emez. Avval şu tinchlik shundan başlalar. Barıp gelishmeyen şu iki mamlakat o'satda ish yuradi. El bilbesem men ko'nglim to'g'rida o Tojik va Qirg'iz menga baribir. Do'st bo'lsa bo'ldi menga. Tug'an bo'lsa bo'ldi. زیاده از 50 و 60 سال زیاد باز همین جقت هم مایده کیم رحمت پدرم عمر زمین کرده بودم همین قبطی همین قرقیزستان خود همین زمین پرسته برفتم و دل منم نمیشد بسیار دل یونانگوان نمیشد چون خانه کردگی جا کردگی پولی بسیار صرف کردگی همچنین این نمیخواد همین برای همین میگوید که وقت کلاسیک ما میگوید که درخت دوستی بنشان که کام دل ببر آرد نهالی دشمنی برکن که رنجی بیادر بگذار همین درخت دوستی زیاد شد و بین ما همین نهال دشمنی پیدا نشود همین نهال دشمنی پیدا شده که ما و شما هم ما یک جای شده بر کنیم خنده پرتویم با عالم گلستان نام شد همچنین نخواهرم
биз ушул агай менен отурдук. Агай менен бул агай көптөн бери иштейт экен, ошол биздин коңшулаш айылда жашайт экен дагы. Ошол көптөгөндөн бери биздин аталарыбыз менен тааныш экен. Ошого эми бул кишинин ою ошол эки элдин ортосундагы достукту дагы эле бекемдөөдүн аракетинде үстүндө иштейм деген аракети бар экен. Ошол күнгө чейин иштеп келатат экен. Ошого ошол элдин арасындагы достукту чыңдоо үчүн көптөгөн аракеттерди жасап иштеп келатат экен. بینید مملکت‌های اروپا با هم یک شده ایستادن. آنها پول یگانه دارند، سرحد ندارند آنها. ما باشیم در آسیای مرکزی با هم جدا میشویم. بین خود گرانیسه میمونیم، سرحد میمونیم بین خود. وقتی آن رسیده است که اکنون ما هم مثل مملکت‌های اروپا درهای خود را به هم باز کنیم. اگر همین بین دو کشور یک کارخانه مشترک ساخته شود، همین یعنی میوه‌های خشک بست و بست کرده شود، خیلی خوب می شود. مثلا چیزی که مانند تاجیکان هست از ما می شود، چیزی که از قرقیزها هست از آنها می بیان، یک جای محصولات می برارند، محصولات یک جای می شود و از اینجا هم کارگران به همونجا از هم قرقیزها هم از تاجیکها کارگر گرفتن ممکن. از سیب قرقیزان سیراب کو قرقیزستان سیب بینیت بسیار مانده کم، اما زردالو باشد مانده چنان سیراب که جای گم کردن نداره. پسرا من دیدید انم چیزانی همینجا بودگی همش محصولات همون محله سامان رنگی. من از همه پیش هم لوبیا میکوریم. بعد از لوبیا برآمدن دو قطعه گورگیت شود سونه همین یانش به یکی مکه میشنونیم. وقتی که مکه یکی میشنونیم مکه که بلند شد سونه کلان میکنیم. کلان کنیم همین لوبیا مکه به میپیچد. بلندتر که میشود 1 متر زیادتر شود اگرین غذا میدیم سونی. غذا که میدیم با تیز سبزیش میآورد سونی 2-3 برگی همه مکه هر یک طرفش با از 8 سر کرده تا 12 تا برگ میبره. یعنی دو طرفشانده مکانده 18 تا 24 تا برگ میشد. ما همین 2-3 تا برگای دو طرفانگی تگش میکنیم برای اونکه همین لوبیا با بالاتر ببرود. انا این بعد از اینکه لوبیا تیز میشود لوبیا همش درآمده کنده میگیرید سونی با مکه حاصل میشد. یعنی همین شرایط چارکوب دو حاصل نغز گرفته میشود، 3 حاصل گرفته نمیشود چون که سامانیان محلی مانده بهارش کم تابستانش کم لیکن خنک تیز میبیاید. لیکن این لوبیا خودش اینا مکه با کشته نمیشد. اینا دیدید این نمود دیگه اینا یعنی مکه با کشته نمیشد. این دیدید همین چت چتنگی جایهای همون مالها نرادفته خار شناندگی ما من روسیش به شپاونیگ میگون تاجیکش به چی میگون همینا خوش انا من خوش کمتر حاصل ما حاصل بسیار گرفتگی ما نه لیکن آینده با کوشش کرده شما غیرت کرده تمام گردی گوشی همین زمین سامانیان ما به همین خوش قطعی پر کنتون نگرین خوشی بسیار میگیرد. من دیدید رحمتی مادرتان قطعی ما همراه نهالای شناندگی امسال 21 سال میشود من حاصل به درآمدگی ببینید این خیلی آخوی نغز حاصل نغز میدهد. یعنی اساس زندگی مهنت انی ها کلانک شوند انی ها قطعی مهنت کرده و میکنید. من دیگر اکنون نهالای نو آینده من این کمتر چور کننده آینده به زیاد میشود. من باغ نو تشکیل کرده سودیان حاضر خلقوزی تخمی پروری با آینده همین چیز هم زیاد میشود. همین چیزهای گرفتگی برای زندگی. سالهای دشوار 1964 من دانشجو بودم. عموما در مگزین ها خلیب و نان نبود، تماما نبود. وقتی که از خوجند آمدم و خانمان آمدم پدر بزرگوارم که خیلی آدمی خاکسار بودند و همون وقتا سنشون از 60 گذشتگی بود گفتن که پسرم به خانه درون دراخانه شد. در آمدم صندوق را کشا گفتن. وقتی که صندوق را کشادم صندوقش برش 70 سانتی متر، درازیش 4 متر و بلندیش 2 متر. پری گندم دیدم. تعجب کردم. آخر آدما 1 کیلو غله یافته نمیتوانند و پدر شما این را از کجا گرفتید؟ بعد پدری بزرگوارم نقل کردن بچه جانم این من سالهای 1954 و 55
وقتی که ما با در چارکو میوه زیاد شد، نوک و سیب‌ها زیاد شد، نوک و سیب‌های قرقیزستان به برده، روات و لالک به عربی خرین قطع برده، همونجا غله می آوردم. غله آورده همونجا ذخیره کرده مانده بودم. وقتی که مگزین ها با آرد پیدا شد، آرد گرفته خوردیم و همین غله ماندگی بود. این غله 15 ساله است. ما اگر چندی که بسیار آدم ها همین گرسنگی رو در کردگی باشند، ما 6-7 نفر بچه خردسال بودیم. پدرم از 65 گذشته بودن. از همه من شخصی کلانسال حال کار نمی کردم. ما یگان روزی گرسنگی رو چی نکردیم احساس نکردیم. از این سبب هم بین دویما پرزیدنت تاکیداً میکنن که ذخیره 2 سالی خوراکواری رو جمع کن. سه سال پیش به خانه من از دوشنبه 5-6 نفر رفیقان آمدند. ماه ایول بود، 10 ایول، و بعد از تناول کردنش هستن به من سوال دادن که عبدالمنان این چارکویی ها اینقدر مردگی مهنت با زردالو به مردگی چخیر معلم؟ گویم گفتن که وقتی که از ایروپورت فرامده با تاکسی نشستیم، در هر کجا کپاهای دیدیم که آدما زردالو خوش میکنن. اینها کی ها؟ برای چه خانشان نبرده اینجا خوش کرده سادیم؟ شفیار جواب داد که اینها چارکی ها خوش میکنند. بعد از کمتر آمدن وقتی که با کلخوز انرژیون بایمات و نگاه کردیم، گردش نفت و بوتانه بود است، همونجا هم یکشان اویله های دیدیم. اویلی بسیار زردالو خوش کردن. او اینها کی ها؟ اینها هم چارکی ها. یعنی سانی گفتن که همین چارکی ها هم خوش میکنند. آیا این راست است؟ ها گفتم در حقیقت راست است. و بعد پرسیدن سبب این چی؟ سبب آن است که جای کاری نداریم. از سبب آن که جای کاری کم است، خلق زحمتکش چارکو همین وقت زردالو پزی رو نگاه میکنند. همین وقتی که زردالو پزی شد، همه کوچ بسته از همین کانی بادام و اشت و خوجند و باباجان غفور و ناو و سر کرده تا عینه میروند. زردالوها رو به اجاره میگیرند، خشک میکنند، به خانهشان آورده با همون رو بست و بند میکنند. همین که پول لازم شد، یک چیپتش برلینگش برآورده بازار به میفروشند و زندگی خود رو به پیش میبرند. من بعد به همون رفیقا خسته پگاه روزش از آن خودم نشون دادم که من 20 لینگ اشتق دارم. همین 20 لینگ اشتقم فقط به من دخلش است. فرزندان به دخلش نیست. من هم رفتم همین باغ از خونی بادام کش کرده اومدم. خیلی که پول لازم شود یا نفقه دیر میدین، میبرارم یک چی میفروشم و چی زندگی ما به پیش میبرم. این از چی است؟ از مهنت. اگر این مهنت نکنیم، برای همین هم بازارهای سرخ و چارکی رو میگویند که در آسیای میانه یگانه است. در آسیای میانه یگان بازار به همان قدر محصولات نمیدراید. این محصولات مهنتی آدمان خود ما است. حتی یک سالی که در ولایت سوق زردالو کمتر شد، آدمهای ما از همیشه به طرف جنوب رفتن، شهرتوز رفتن، پامیر رفتن، زردالو گرفته آمدن. من شپوونیک میگویم غش و یک گرفته آمدن، همیشه همین گرفته آمده بند و بس کردن. همه گمان داشتن که تاجیکستان همین سال گرسنه میماند، چون که کسلی آمد. بسیار شخصان، بسیار آنهایی که به مهاجرتی مهنتی میرفتن رفتن نتوانستن، لیکن امکان پیدا کردن که در همین جا هم مهنت کنند. مهنت کرده از مهنت خود بهره گرفتن و امروز ما گرسنه نماندیم. سبب همین که چنانی که پیشوای ملت میگفتن، همین خوراکواری رو ذخیره کردن معنایش همین که نغز مهنت کنید. مثلا غیر از غله، کارتوشکا، من چارکو هنده اگر چنده که ما و خوجگی تخمی پروری باشیم هم کارتوشکی بسیار میکنن. این کارتوشکی حاصل نغز میگیریم ما. همین حاصل نغز گرفتگی ما زندگیمون پیش میبریم. بعضی آدم ها دیدید روزهای اول به تهلکه هم داشته، بازارند چیزی بودگی طلا کردن، لیکن من در نتیجه 2 روزانه مقامات حکومتی دولتی همین خیلی تشکیل کرد که همه آدم های غله گرفتگی، ارده گرفتگی پشیمان شدن. همش چی نقش. یعنی این معناش چی؟ معناش همین که مهنت کردن در کار و خلاص. انا در این باره چخاملینسکی یکی از پداگوگ‌های مشهور دوره شوروی میگوید که شما همه خواننده‌های صنف یکم گرفتید. با خواننده‌های صنف یکمتان ماه سپتامبر ترما فرمایید که یختی قطچی میدیک برورد. با ما خاک پرتاد. 4 تا دانه یک سبز پرتاد.
و هر روز خودش کم کم آب دهد بینه چی کدامش پیش میشه. همون بچه‌ای که از آن وای سبز است قبط گوشت میگیره. آیا ما همین کارو میکنیم؟ نمیکنیم. الحال که حاضر معلم در سن نفقه هستند با برابری پیرانسالی خود به سن پیرانسالی خود نگاه نکرده به مکتب‌ها بسیار تشریف می‌برند و الحال در مکتب تحصیلات میانه رقم 64 که در حدود محلی سامانیان در بین سرحد رسپولیک برادر قرقیزستان قرار دارد. معلم با پیرانسالی خود نگاه نکرده با اون مکتب هم تشریف می‌برند و پدر و مادران و بسیارتر با خوانندگان آموزگاران واخورده برای تعلیم تربیت نسل نورش رو درست براه مانده در همون مکتب هم حصه خود را می‌گذارند. وقت با تشبس معلم امروز در اونجا مسئله پیشنهاد کرده شده است که آینده باید که در همین مکتب یک بینای نوی زمانوی ساخته شود و خوانندگان در این مکتب همسرحد که در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارد با یک روحیه بلند، با یک روحیه حس وطن‌دوستی و مسئله شناسی در آنجا تحصیل کنند. به طفیل معلم همونجا که برادرای کلانسال هم تاجیک و برادرای کلان قرقیز مناسبت دوستانه دارند. بسیار هم معلم هم برادر کلانسالای ما خود ما هم صدقاً حرمت میکنند. همون کلانسالای قرقیز هم در همونجا بودگی معلم با او بسیار حرمت میکنند. چون که معلم با کار خود با کار زندگی خود میرن وقتی خالی خود را در هم مکتب رامده همراه هم نسل نورس هم آموزگارا هم پدر و مادران هم با هم نزدیکا قرقیزا صحبت میکنند که این دوستی بین تاجیک و قرقیز ازلی است. همین دوستی بین تاجیک و قرقیز با معلم هر بار که میرن یک صحبت خوشرو یک معامله نقد میکنند که این هم با همین مردمی تحجایی سامانیا معقول است و هم با مردمی همین قرقیزا معقول است. برای میخواهند که آینده نسل نورسی هم ما تاجیکا هم نسل نورسی قرقیزا که در همونجا است دوستانه زندگی کنند. معلمی این کسب نه، فقط کسب، فقط روزم میگذرانم. گفته معلمی کنید شما معلم حقیقی شده نمیتوانید. معلمی عشق است، عشقی که به تمام هستیتان داده شوید شما معلم است. از این رو هم اگر دیده باشتان تلویزیون یا گرفته خوانده باشتان، من اگر چندی که نفقه نباشم هنگام پیشوای ملت روز 26 پیام به برآمد کردگینده دفتر پیشم گشوده من 3 ورق چیزهای خودم به ضروری نوشته گرفتم. من پونکتی 15 به نوشتم که آموزگار اصیل سطح بلند کسبی نداشته باشد خوانندگان وی هیچگاه دانش درست گرفته نمیتواند. تا دانش مکملتان نباشد بچه وقت صحبت کرده نتوانید، بچه های سوال جواب دانش شما معلم حقیقی شده نمیتونید. دیگرش مهارت چیز اساسی. بعضی ها دانش زیاد دارن لیکن مهارتی پداگوگی ندارن. بچه به چخیر همون چیز دادن در کار نمیدانن، اینا راه و اصولش جستن در کار. این دو چیزش معلم به وابسته است. اکنون سوم چیز است. این سوم چیزش چی باشد؟ سوم روسیش به ابیکت میگون، تاجیکش به منبع، یعنی همون صنف طلبه. اگر طلبه خواهش نداشته باشد آیا شما به موفقیت رسیده میتوانید؟ نه نمیتوانید. ما چارکوی های کم بودیم و همین که پدر و مادران اهمیت کم میدهند، ما کم اهمیت بدیم. چندان بچه ها بعضیشان خواهش خواندن ندارن، طلباتشان کم. این حقیقت منه، همین خیلی حیانه. نه من دروغ گفته باشم گویتم که معلم دروغ میگه. همین 3 چیز باشد، یعنی دانش مکمل، مهارت پداگوگی، ابیک طلب، یعنی خواهش خواندن داشته باشد، آن وقت صنف به پیش میرود. موفقیت کلام و ما چی میشویم صاحب شدن ما ممکن. همچون انسان عبدالمنان وهاب صفت‌های نهایت نکو دارند. امروز که در نفقه هستند و یک منزل و باغاتشان در دهه سامانیانی هم مرز جمهوری قرقیزستان واقع است، در همانجا بیشتر به کارهای ترغیباتی، تشویقاتی، دوستی بین دو خلق مشغولند و همه مسئله هایی که در این دهه خردکک به عمل می آید به مصلحت آن کس نمی شود. و باز شادی آورش اون است که معلم هرچند که بعد سالهای 90 در نفقه باشند هم با پژوهشگاه پداگوگی جمهوری علاقه نهایت زیست دارند و چندین کتابهایشان چاپ شده است و در عرفه چاپ می باشد.
бояд ҳамин намуд шахсиятҳо дар сарҳад як ҳамчун намуди шахси ватанпарвар, ҳамчун намуди шахси оромихоҳ ва сулҳу осоиштахоҳ зиндагонӣ кунанд. зеро онҳо аз ақлу тадбири худ истифода мебаранд ва ба ҷавонон роҳи дурусти зиндагиро нишон дода метавонанд, роҳи дурусти дӯстию муносибатҳои ҳамкориро нишон дода метавонанд.